جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. دلت در اختیار الله بگذار، اجازه بده تا کلام رب العالمین تو اعماقت نفوذ بکنه. اجازه به صاحب این دلت که اللهه، این دل تو قفسه سینت گذاشته، بهش اجازه بده تا هر کاری میخواد با دل تو انجام بده. هم دل مال خودشه، هم تو بنده خدایی. پس چرا به خدا اجازه نمیدی؟ اگر اجازه به شیطان دادید که با دلت هر کاری میخواد بکنه، بیچاره و بدبختت میکنه. دل تو اولین کاری که میکنه از ایمان به رب العالمین و توحید و عقیده توهی میکنه، تو رو مفلس و فقیر و بیچیز و حقیرت میکنه. اجازه بدید تا در زمین دلت خداوند گل بکاره. الله باغبان دلت باشه. اگه الله باغبان شد، کل وجود تو بوته های گل میکنه.